سلام، فاطمه فیروزی هستم، مدرس طراحی و نقاشی سیاه قلم. به کانال یوتیوب من خوش آمدید. در خدمتتون هستم با یک ویدیو آموزشی. این ویدیو رو اختصاص دادم به معرفی و آشنایی با انواع خط در طراحی و نقاشی. همه ما با خط آشنا هستیم، اما خطوطی که در طراحی و نقاشی استفاده میشه متفاوت هستن. دو تا خط توی طراحی و نقاشی هست که بسیار مهم و پرکاربرد هستن: خط یک سرنازک و خط دو سرنازک. خط یک سرنازک طریقه اجراش به این صورت هستش که فرض کنید یه نقطه میذارید روی برگه، نقطه رو میگیرید میکشید و انتهای خط رو رها میکنید. ببینید به این صورت، نقطه میکشیم رها، نقطه میکشیم، به این صورت. انتهای خط نازک هست. این خط یک سرنازک همیشه به این صورت صاف اجرا نمیشه. گاهی بسته به نوع طرحمون انحنا داره و در جهت‌های مختلفی اجرا میشه. مثلا به این صورت، ببینید در این جهت یا در این جهت. در جهت‌های مختلف این خط اجرا میشه. خط بعدی خط دو سرنازک است. طریقه اجراش هم به این صورت هستش که مداد رو روی کاغذ قرار میدیم، بدون اینکه هیچ فشاری روی کاغذ بیاریم. با مداد شروع میکنیم به کشیدن خط و انتهای خط رو به صورت پرتابی رها میکنیم. به این صورت ببینید ابتدا و انتهای خط نازکه، فشار دستمون کمتره. وسط خط که فشار دستمون زیاده، پهن‌تر و پررنگتر هستش. این خط هم مانند خط یک سرنازک بسته به نوع طرحمون بعضی جاها به طور منحنی در جهت‌های مختلف استفاده میشه. از این خطوط در جاهای مختلفی در طرحمون استفاده خواهیم کرد. مثلا زمانی که چهره میخوایم کار بکنیم، ببینید در اجرای مژه ها و ابروها از خط یک سرنازک استفاده میشه، یا در بعضی قسمت هایی از ابرو یا موها از خط دو سرنازک استفاده میشه. یا زمانی که طرحی از حیوانات رو میخوایم بکشیم، موی بدن حیوانات در بعضی از قسمت ها از خطوط یک سرنازکه، بعضی قسمت ها از خطوط دو سرنازکه. الان ببینید اینجا خط یک سرنازکه، این قسمت خط دو سرنازک هستش. این دو تا خط یعنی خط یک سرنازک و دو سرنازک بسیار مهم و پرکاربرد هستش. لازمه که با تمرین و تکرار سعی بکنیم که مهارت لازم در اجرای درست این دو تا خط رو پیدا بکنیم. امیدوارم که این ویدیو براتون مفید بوده باشه. ممنون که تا اینجای ویدیو من رو همراهی کردید. تا یک ویدیو آموزشی دیگه مراقب خودتون باشین. خدا نگهدارتون.